بحث میان ایالات متحده آمریکا و روسیه در کیهان وسیع‌تر می شود. روسیه به طبقه پایانی مدار زمین ماهواره فرستاده است که از طرف ما همچون سلاح کیهانی ارزیابی می شود. روسیه این سلاح را در همان مدار جای داده است که ماهواره های دولت ایالات متحده آمریکا در آن جای گیرند. کارشناس ساحه مذاکرات کیهانی این عمل را نمونه تلاش‌های بی‌مسئولیتانه روسیه در کیهان می‌نامد. این ماهواره شاید قدرتی در کیهان نگه داشتن سلاح را داشته باشد. ماهواره های این گروه را ماهواره های سوی افکن می دانند که برای مراقبت و تخریب ماهواره های دیگر استفاده می شوند. اما کرمل این خبر را به اساس نامیده اصرار می‌ورزد که جانبدار توسعه همکاری‌های بین المللی در کیهان است. ما همانا تلاش خواهیم کرد که کیهان به میدان دیگری مسابقه‌های تسلیحاتی تبدیل نیابد. ما جانبدار گسترش همکاری‌های کیهانی برابر حقوق آسایشته به نفع تمام انسانیت هستیم. هفته گذشته روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را پیشنهاد کرد که به گفته مؤلفانش از مسابقه تسلیحاتی در کیهان جلوگیری می‌کند. این عهده‌داری دولت هاست که از جای دادن سلاح به ویژه سلاح کشتار دست جمعی در کیهان جلوگیری کنند. در جلسه شورای امنیت این قطعنامه دستگیری لازم نیافت و از آن انتقاد شد. واقعیت این است که روسیه علاقه در کیهان چندین ماهواره دارای اسلحه شرطنامه‌ای جای داده است. آزمایش یکی از آنها سال 2019 برپا شد. قانونگذاران آمریکایی این مشکل را از عامل‌های عمیق رفت بحران روابط دو کشور می‌شمارند. اخیراً روسیه در فضا سلاحی را جای داد که امکان دارد ماهواره‌های آمریکایی را هدف قرار دهد. این شهادت شیوه‌های خشونت‌آمیز پوتین است. روسیه در سال 2021 در فضا آزمایش سلاح ضد ماهواره‌ای را گذرانده سبب پیدایش یک پرتابگاه کیهانی شد.